سلام و درود عزیزان. پورسوکوف است منظوری شما. چه خبرهایی؟ ورزش است موضوع نوبتی ما. راهبر فدراسیون ملی جیوجیتسوی جمهوری تاجیکستان علی جان دولتوف برای چی محض همین رشته ورزش را انتخاب نموده است؟ با ما کمی سیرها را فاش می‌کردیم. اگر ما تاریخی را ورق زنیم زیاده از 150 دولت روی دنیا این نمود رشته ورزش را اعتراف کردگی است و در عرصه بین‌المللی آب و روی نفوذ این ورزش خیلی زیاد است و این چنین برای من این خیلی پیشنهاد ما که وقتی من تمرین می‌کردم در دولت‌های خارجی بسیار اصول‌های نقض دارد که اصول‌های پارتری یعنی لا دادن، بوقی کردن و این برای جوانان ما برای نسل ما خیلی طلبگار زیاد است در این سمت رشته ورزش جیوجیتسو. فهمو باز برای چی پسند است؟ این سمت نمود رشته ورزش باز برای من پسند است که بیشتر اصول‌هایی که کار می‌کنن ورزشگرا این برای گویم مسابقه‌های سطح عالی خیلی مساعدت می‌نماید. ها، باز چی برتریت دارد؟ و این نمود رشته ورزش با خوبی است که در تمام روی دنیا تمام دنیایی که اگر ما سفر کنیم از این نمود رشته ورزش هست و در عرصه بین‌المللی اعتراف شده است و در بازی‌های المپیک آسیایی شامل گردیده است و در بازی‌های جهانی شامل گردیده است و در بازی‌های بین دانشگاه‌ها وارد گردیده است. فهمو باز برای چی پسند است؟ من وقتی که نگاه کنم مشاهدت کنم اکثریت نمودهای ورزش سرچشمه این از همین جیوجیتسو پیدا شد. مثلا جودو و دیگر نمودهای گوشتنی که هست از همین رشته ورزش جیوجیتسو یعنی دیگر نمودها پیدا شده است که این نمود تاریخ قدیمی دارد. در تاجیکستان کی پیدا شد؟ اما این نمود رشته ورزش جیوجیتسو در دوران صاحب‌سپاه در جمهوری تاجیکستان ما تأسیس داده شده و ما فیلیال‌های خود را تأسیس کردیم و در یک دوران کوتاه یک سال 2 سپتامبر سال 2013 رسما در وزارت به خیر گرفته شد. رشدش خوب است؟ روز تا روز رشد یافته شده است و مربیان تجربه‌دار هم خیلی زیاد گردیده شده است. ولی بسیار هم سوال عجیب داریم. این نمودی ورزش به شما چی داده توانست؟ من توانستم که در این سمت نمود ورزش جیوجیتسو شاگردان خود را تمرین و تربیت نمودم و در عرصه بین‌المللی سزاوار چندین مدال‌های طلا، نقره و ورزشکاران تاجیک توانستند که در عرصه بین‌المللی آب و روی نفوذ دولت عزیزمون پرافشان گردانند. فهمو میدونید اینجا باز یک سوالی جالب داریم. همیشه برایم دانستنش عجیب بود که آیا ورزشگران هم بیمار میشوند؟ چند روز است که در این سمت ورزش مشق و تمرین میکنم با ورزشکار کار میکنم در حرکتی که هستم من گویم اگه کسل بیماری مثلا چی شدگی نیستم. مثلا چخیلی که گویم اکثریت گویم برای سلامتی انسان این نمود ورزش وقتی که آدم حرکت میکنه در حرکت باشد برای سلامتی خیلی مساعدت میکند و من بسیار ورزشگران را میبینم آنها کمی آنها کسل میشن که اکثریت زیادی آنها سلامتی هستند بردم هستند و باز هم در سمت چی در سمت علم و چی در سمت دیگر مثلا سوحه‌ها با پیش قدم میباشند. خیلی خوب. بیایید اکنون پرسکاو میکنیم. شما کدام نمودی ورزش را دوست میدارید؟ فوتبال. من والیبال. من بیشتر فوتبال را دوست میدارم. در سن سال ما هم این نمودی ورزش را دوست میداریم تا جایی که برای یک مسافر و است ملک الشعرا بهار میگه که ساده ترین ورزش اگر نقنوی گردش صبح است پیاده‌روی فقط پیاده‌روی را دوست میدارم. فوتبال. Волейбол, можно сказать. Нема жол дедан нمیتونم سوالش بدم. ما ورزش فوتبال رو دوست می‌داریم. فوتبال. در چیزی کتاب هم گفته که اول زن را پرسید که کدام نمودی ورزش وقتش باشه. حیرت آور همین طور نه باید این برعکس میشد. Пойгавелик. من همین نمودی ورزش رو دوست می‌دارم. مثلا یگان تا ورزش پسندیده دارید؟ نه. ندارم. ورزش سبک. والیبال رو دوست می‌دارم. تمام نمودی ورزش رو دوست دارم. از همه نمودی دوست داشته ورزش من این فوتبال میباشد. پیوسته تعقیب میکنم و بهترین کلوب های ورزشی جهان را یعنی که هر بار که آنها مسابقه دارن تماشا میکنم و از این لذت میبرم. ورزش که سلامتی است من همه این نمودش دوست دارم. خصوصا ما که زن هستیم برای ما زنها شناوری خیلی مفید است. گوشتین ملی گوشتین جودو خیلی تمام نمودی گوشتین ها. گوشتن. شناوری را دوست میدارم. والیبال. فوتبال. فوتبال. Волейбол. فوتبال. 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 Футбол. خیلی خوب می ندارم.
ҳамагӣ ду нафар варзишро на он қадар дӯст медоранд. Пурсидем ки барои чӣ? Не очень-то хочется, честно говоря. чаро ман ба худам аҳамият доданро бас кардам? вақт нест. ҳа, барои чӣ айнан ҳамин намуди варзиш ба шумо писанд аст? барои чӣ? برای چی؟ ورزش پسند است برای کی ورزش سابقه مثلا خیلی ورزش دوست داشتم چاق می‌کنم. برای که از کودکی ذوق داشتم. برای که من خودم هر ساعت من اشتراک میکنم ورزش ناز می‌بینم هر ساعت ورزش میکنم. برای که خودم پسند است همین فوتبال. تاکی شوق خاصی نسبت همین ورزش بین حد شوق وارم و бобуштин. Ну, легче всего играть девушкам из-за этого. бошки мо бозӣ мекунем барам. аз кӯдаки футбол бозӣ мекардем. Дар ҳавои тоза велик ҳай мекунам. Ба сайру гашт мебароям ва ин ба ман хеле маъқул аст. برای می‌دوی آب توب بدن خیلی برای سلامتی هم نگاه کردم که هر یک نمودی ورزش داخل خصوصیت‌های خاصی مثلا برای آب و تاب دادن بدن رو دارد چون که هر یک آدم باید در برابری در حیات فعالیت زندگی کردنش باید با ورزش مشغول باشد چون که بی ورزش آب و تاب یافتن بدن هیچ امکانیتش نیست مثلا ورزشی دویدن از همه مثلا برای هر یک انسانی که صاحب عقل و صاحب خرد است برای او دویدن مثلا آب و تاب یافتن بدن شرط و ضروری است یا اینکه دیگر نمود ورزش کشیدن تورنیک مثلا وزن برداشتن گوشتین گرفتن دیگر تمامی هم نمودهای ورزش فوتبال مثلا همه با سطح جهانی که اعتراف بشود هر یک نمود ورزش خیلی که هر یک عضو بدن وظیفه مخصوص خود را دارد در آن همین جهانبینی و در تفکر و مثلا در پیشرفت حیات فعالیت انسان هر یک نمود ورزش برای آب و تاب دادن بدن او اهمیت کلان دارد. این خبرها در روزنامه‌ها هم هست. چون از خورده برادران من و همین کسب یعنی که شوق زیاد داشتم و امروز نیز در کلوب‌های جمهوری فوتبالیست هستند مشق و تمرین میکنم و تا امروز نه تنها در داخل تاجیکستان بلکه بیرون از تاجیکستان هم برآمد میکنند و صاحب جایهای نمایان میگردند. و از این است که من همچون یک مخلصی برادرم این نمود ورزش رو زیاد دوست دارم. چون که شناوری نمک‌های بدن رو رفع می‌سازد دل رو قوی می‌گرداند و شاید برای اندام زن هم خوب باشد چون که زن‌ها که خودشون تعلیم دهنده تربیت کننده و زیبا آفریننده جامعه هستند پس اونا اندامشون هم خوب باشد ظاهری خیلی خوب داشته باشد. با فکرت این امکان پذیر است؟ همین خیلی هم می شود. برای اینکه وقتش خودم مشق کرده بودم سال تجربه هم هست دوره یوشیم و دوره مکتب خونی برای هم پسند است نمیدونم برای چی با من شوق است شنوایی دوست می‌دارم برای که برای سلامتی فایده داره برای همین خدر بچم معقول است برای که در سلامتی فایده داره. خب فوتبال این یکی از ورزش‌های نمره 1 در دنیا به حساب می‌رود. مخصوصا فوتبال و گشتن ملی. معقول بشه بازی می‌کنه. چون که از کودکی شوق دارم. فهمم. ولی کدام ورزشگران نامی ورزش دوست داشته تان را میشناسید؟ بازیش می‌ریم. مسی رونالدو بسیار بازیکنان میشناسم فوتبال. رونالدو مسی. از تاجیکستان چی؟ تاجیکستان که نوردین دوران رو فکر کنم حتی اگر تیم استقلال جوردن میشناسم. ولی رونالدینو مسی مباپه نیمار. از تاجیکستان کی را میشناسید؟ از تاجیکستان فتلویچ بیشتر کریستیانو رونالدو مسی کریم بنزیما بسیار هم مشهوره. дембеле. Нет, к сожалению. Не, я просто шагун намешнасам. Так мо бисотар ки мешин Марадона, Пеле, Олег Блохин, ва футболисти ки даври
پیشروی بودن؟ نه. ورزشگران رو نمی‌دونم. البته همه این ورزشکاران نامی شناخته و معروف کردن. مثلا سعید نوین رحمی چمپیون جهان دارید در سامبو گوشتین که بینید که یک دانشگاهی مثلا تربیت جسمانی به نام او گذاشته شده است. دیگری من دلشاد نظر نوردین دورانов رو میشناسم، کریستیان رونالدو، مسی، محمد صالح. البته ما که زن هستیم بیشتر همون ورزشکارانی که در ساحه ورزش موفق هستند و زن هستند بیشتر آنها رو میشناسیم که این همین موضوع نچوره و دختری خودم سومن الیاسدوق یگانه دختری که در سن سالش کاندیدات استادی ورزش است و حالا او در مسکوسکی اویاسیونی اونیورسیت شهر مسکو تحصیل کرده ایستاده است و باز زبونیسا رستم و بودند و این چنین زنهای خیلی خیلی زیاد ما داریم که امروز ملت فرهنگ با نام و پیکار و فعالیت و جسارت و توانایی مردی آنها مینازد امروز. در واقع درباره موقع زن در ورزش چی میگویید؟ وقتی که ما با ادبیات فارسی با آثار نیاگانمان با تاریخ تمدن ملتمان نظر می‌افکنیم بسیار زنهای توانایی را اونجا می‌بینیم که با همین کارهای خیلی جالبی کمانوری اسب‌تازی اسبرانی مشغول بودند که این هم یک نمود ورزش است. وقتی که ما شاهنامه بیزوال فردوسی رو مطالعه میکنیم در حال همین زمره زنانی که جسارت و توانایی مردی داشتن پیش نظرمان هویدا میگردد که این همون گردآفرید مثلا براندوخت اگر ادبیات قدیمه گیریم تامریس اینها همه زنهایی بودند که در پهلوی مردهای توانا ایستاده در بعضی حالت لباس مردی تن میکردن به عرصه جنگ میبرآمدند. درست. خیلی استادی من موسیقی بزرگ هستم اگه وقتی از ما را درس دادن خیلی مثلا فرزندانی کسا میشناسیم خیلی خروی صبی رو مثلا وزیرت خیلی بچه یوش هستن بسیار هم دلشاد نظرов موضوع چوریه و همه میدونن که مثال فوتبالیستان پیشرفته مسی رونالدو لیواندوفسکی خیلی عایخوجان دسته که صبح بخیر افشان خیلی ذوقمندو لیکن خیلی دربارش پورا معلومات ندارم. مسی رونالدو خب ورزشگران رقم یک اوید با فوتبال کریستیان رونالدو مسی رونالدینیو های مخلص رونالدو راموس. از دسته های وطنی کی را میشناسید؟ نوردین دورانov احسان پنجشنبه بهترین گزینه. خیلی خوب، ولی خودتان با کدام نمودی ورزش شغل می‌ورزید؟ ما فوتبال خودمون گوگویی من دویدن ورزش من این ورزش رو دوست ندارم اونه که فارماسیت رو دوست می‌دارم. چه خیلی که خوبی؟ میدونم که والیبال رو دوست می‌دارم. های فوتبال ما پیشتر گوشتیم یا ماش می‌کنیم. Я не очень занимаюсь спортом. حق ما همیشه فوتبال بخواد ماش می‌کنیم تمام بازی می‌کنیم برای خودمون. افسوس که نه همه چنینند. فوتبال با چقدر می‌خدم؟ بلیک. چی کار میکنید؟ بلیک هم میکنم. ما ورزش سبک دویدن و پریدن. ما در کارخانه‌مون که والیبال هست اشتراک میکنیم خیر. البته در دویدن مثلا در برداشتن وزن برداشتن و مثلا تورگی کردن در وقتی خالگی زیادتر کوشش میکنم که اقلاً هر روز 1 ساعت برای مشق و تمرین جدا کرده باشم و یعنی که ورزش نه اونقدر وزنه اما ورزش سبک هر روز 1 ساعت تمرین میکنم. بله من که کارمند علم هستم شما میدونید که کارمند این علم بودن این مسئولیت خیلی دشوار است و من در یک هفته 3 مرتبه پس از کار به شناوری می روم
و در اونجا باز دیگر نمودهای ورزش هم هست که اونجا دو هست دیگر نمود ورزش هست من مشغول هستم ببینید که حاضر من پیاده اومده ایستادم از من پرسش کنید که از کجا در واقع از کجا؟ از خود تلویزیون شبکه اول من تا به اینجا پیاده گردی کردم هوای خوب برآمد داشتم برآمدم و تمام کردم گفتم که پیاده گردی میکنم روسو یک سخنی خیلی نازنین دارم ببخشید من به زبان روسی میگم میگه که سامی لучший спорт это ходьба باید اقلا زنهای ما نتوانند مثلا به تالارهای ورزشی رفته ورزش کنند اقلا یک 20 دقیقه 15 دقیقه پیاده گردی کنند یک چیز گویم زنهای دهات برای چی زیبا هستند قامتی رسا اندام خیلی نازنین دارند چهرهشون پاک است به خاطر آن یکم هوای تازه دوم حرکت آنها زیاد است زیراش باید سر کار نداریم خیلی کار قد سر کار داریم من خودم همه گوشتین رو دوست میدارم من برادرم به ورزش مشغول میشد و من از او بسیار و از تکواندو بسیار مشق میکرد من از او یک دو اجراها را یاد گرفتم تو رفتار درست میکنی خدا فوتبال هر هفته فوتبال داریم فوتبال والیبال خدا ورزش سبب فوتبال تشکر یک دقیقه برای چی محض با همین نمودی ورزش شغل می‌ورزید؟ پسند ولی برای چی؟ برای سلامتی خوب خیلی از کودکی میگم که ذوق داشتم برای که آدمی جا شوق هوس داره همین طور نه؟ البته مثلا شوق هوس ما در مسابقه ورزشی گوشتیم بود و اون خاطر ما گوشتینه از همون دوران کودکی آرزو میکردیم و نیز یک مدت معین مشق هم کردیم برای اینکه تنم صحت مند برای سلامتی خدمت هر نفره که ورزشگر است ورزش میکند برای آب و تاب بدن برای صحتی و سلامتی خیش ورزش پیش از همه این گروه سلامتی است هر نفره که ورزشگر است ورزش رو دوست می‌دارد همیشه چست و چالاک است چاقان است تندرست است سالم و بردم است از این رو من نیز پیش خود مقصد گذاشتم که برای سلامتی خودم یعنی که با ورزش رو بیارم شطرنج خیلی که گفتم به سلامتی فایده دارد با قطعی جوراها قطعی همکورسا بازی میکنیم خیلی دست میدارم اصلا شوق را برای که یعنی که فکر رو جمع کردن و برای دسته رو با هم یعنی که هم فکری رو می آموزد و فقط فکری یک خودت نه شریکان را یعنی که مستحکم کردن با جماعت کار کردن را یعنی که من یاد میده خب من رو دوست میدارم خیلی با فکرم در تمام بدن فایده دارد فوتبال برای همون دوستان بسیار قطعی میشه فوتبال بازی میکنیم سپاس برای پاسخ دوستان عزیز این بود برنامه پورسوکوف در موضوع ورزش و تو خودت رو احتیاط میکنی؟ برای من تشویش نکش تا برنامه های دیگر سلامت باشید خیر بعد در وا میخوریم